من برای مطلوب حمیدویش صدور خدمات متوجه شبه معرفی نویه بورسه ولی که از سنه 28 نویبر وارد مؤسسه تعلیمی رقمی 13 گشتم چون اطلاع گفتم که در اونجا نمایندگان رادیو آزادی تشریف آوردن و من فقط به خاطر کمک رساندن یگان اطلاع درست دادن و سوی آنها رفتم و وقتی که اصل حال واقع باشم آنها گفتن که مکتوبی به امضا با آنها رسید که آموزگاران دو ماه شاید معاششان پرداخت نشده است، اتاق معلمان در واگن می باشد، مکتب در حالت صدمه می باشد و چون من آنها هم صحبت شدم و گفتم که یگان فقط توی که شما بگه یگان چشم و اثبات خود را ندارند، همه‌اش نادرست، چون خانه معلمان در اتاق زمانوی جایگیر شده است، آنها خودشان هم رفته دیده بودند، مکتب هم سینخانه‌ای که 12 سینخانه هستند خوانندگان میخونند تحصیل میکنند و به همه خوانندگان میرسد. همون سینخانه‌های صدمه‌ای که آنها در اونجا درس نیست، از سال 2000 نه در اونجا محکم شده است و سال 2020 ساختمان این مؤسسه نقشه گرفته شده است و اصلا همین رو باید که در موردی که همه با سوال‌های آنها پاسخ دادم، آنها فقط یک فکر رو پیش نظر آوردن که آموزگاران معاش ماه اکتبر رو نگرفته باشند، حالا که من با آنها با پاسخ دادم که معاش آموزگاران ماه سپتامبر اکتبر پرداخت شده است، برای که هر معاش آموزگاران از سبب که نویبر ولی تمام نشده است، چون تا 5-6 اول هر ماه پیشین پرداخت کرده می شود، آنها فقط همین مطلب رو و نشر دادن و یعنی که امیر رو باید گفتن نکنه که باید که جورنالیستان هم پهلوی مثبت کار به نظر گیرن، چون که امروز معارف یکی از سوالهای مهمی جامعه می باشد، چون سرور دولت نسبت این بسیار اهمیت جدی می دهد و ما باید که رو گفتن نشه در کار تعلیم تربیه و در پیشرفت جامعه و تربیه نسل نوست سنگ باسازی خود را بگذاریم. همین رو باید که همه سوال‌های با من داده شد در نواری که ما تماشا کردیم، در اونجا فقط با یک سوالی که ممکنه آنها همین رو میخواستن همش رو بریدن، فقط در باره معاش معامله می‌دارم که رادیو جمع به این اشتباه راه نمی‌دهد و در کار خود به حقیقت تلاش می‌کنند، نه به اغوا انگیزی.